آدم های آخر الزمان مسخر شدن واقعا. شیاطین اینها رو تسخیر کردن. واقعا در بسیاری از مردم آخر الزمان در روح اونها جن رفته. این قضیه بسیار جدیه. از چه طریقی؟ از طرق مختلف که نمیخوام الان بیان کنم، نمیخوام اینو الان بیان کنم. این که میگم مواظب خوردنی ها و نوشیدنی هاتون باشید عزیزان. اونهایی که اگر اطلاع داشته باشن از علم مربوط به زندگانی اجنه رو بلد باشن مقدار، شیاطین جنی رو متوجه میشن که من چی دارم میگم. خوردنی ها، نوشیدنی ها بسیار مهمه. خدا اون روز نیاره از این طریق شما به مرور زمان فساد وارد بدنتون بشه و وارد روحتون میشه همین قلوب شیاطین. این جن میشه طرف. جسم آدمی، بله آدم میبینی تو، ولی روح آدمی نیست.